برای طراحی کاور پست‌های آموزشی یا همون تاملین که توی یوتیوب خیلی به این اسم رواج پیدا کرده، اول از همه من تو آموزش‌های قبلیم سه‌بعدی کردن لوگو رو دادم. لوگومون رو که بعد از اینکه سه‌بعدی کردیم میایم می‌بینیم محتوامون در مورد چیه. اگه خروجی داشت که کنار کارمون خروجیه رو قرار میدیم، اگه نه وارد گوگل میشیم. مثلا در مورد قوانین اینستاگرام میخوام کاور بزنم، مینویسم المان یا نماد قوانین اینستاگرام، جستجو میکنم ببینم چه عکسایی چه تصاویری بالا میاره. بیشتر عکس بلندگو میاره. خب وارد اینا بشین، یه دونه از این بلندگوها رو، یه دونه از این نمادا رو میتونید ذخیره کنید. حالا این بلندگو روش نوشته داره، خورده کارم سخت میشه، پس میام اینجا مستقیم مینویسم چی؟ عکس بلندگو. اینو مثلا ذخیرهش میکنم. بعد که ذخیره شد وارد برنامه فوتوروم میشم. ریموو بک‌گراند انتخاب میکنم، اون بلندگوها رو انتخاب میکنم، پس زمینه‌شو حذف کنم. یه وقتایی درست حذف نمی‌کنه، روی این قسمت برش میام، این جارویی که سبز رنگه این قسمتاش میگم میخوام باشه. اگه دوراشو مثلا درست حذف بک نکرده بود، با این پاک کنه قرمزی یه اشاره کنی یه کوچولو خودش اتوماتیک برمی‌داره. اگرم نه خود سوژه رو اگه بهش صدمه زده بود، با این جارو سبزه یه تیکه کوچولو یه کوچیکش روش کلیک بکنی برش میگردونه. انجام میزنم، روی گزینه ترانسپرنت ضربه میزنم، اینو ذخیرهش میکنم. بعد میام وارد برنامه اینشات میشم، توی قسمت عکس با زمینه خالی باز میکنم. اولین کاری که میکنم سایزش رو 16:9 میذارم که سایز کاورهای آموزشی، پست‌های آموزشی یوتیوب و آپاراته. بعد از قسمت PIP اون بلندگویی که حذف بک انجام دادیم و اینجا قرار میدم. دوباره از قسمت PIP، بعد از قسمت PIP ببینید لوگوها رو قبلا همه رو سه‌بعدی کردم دارمشون دیگه. در مورد این اینستاگرامه، پس قطعا باید لوگوی اینستا رو استفاده کنم. بعد چون وسط این لوگوی اینستاگرام یه زمینه سفید رنگه، پس زمینم سفید رنگه، احتمالاً که بخوام پس زمینش رو عوض کنم با این تداخل پیدا کنه هست. پس میام رنگ پس زمینم و از این قسمت یه چیز غیر از سفید میذارم، مثلا اینو میذارم، ذخیرش میکنم. از این شات خارج میشم، وارد برنامه فوتوروم میشم، میزنم پس زمینه فوری. این که تو این شات الان با هم درست کردیم و بازش میکنم. خب میام اینجا توی قسمت از این رنگی استفاده میکنم، ابعادش هم میذارم روی 16:9. به این شکل. شکل‌های مختلف هر کدوم که دوست داشتین انتخاب میکنید. هرچی روی این قسمت کلیک کنید تعداد بیشتری بهتون میده. هر کدوم که خواستین انتخابش کنید. حالا مثلا اینو
بعد وارد سایت textstudio.com میشیم. از قسمت 3D این 2024 که طلای 3 بعدی رو انتخاب میکنیم. متن که در مورد آموزشمونه، آموزش قوانین اینستاگرام بود دیگه. اصولا روی کاورها خیلی طولانی نمی‌نویسن، پس ما آموزش رو فاکتور میکنیم، حذف میکنیم، می‌نویسیم قوانین اینستاگرام. حالا اگه خواستین اگه قوانین جدیدش 2024 اونم میتونید بهش اضافه کنید. بعد روی این قسمت روی این بیه ضربه میزنیم که ضخیم بشه نوشتمون. بعد اگه مثلا قوانین اینستاگرام خواستم یه چیز دیگه بهش اضافه کنم، قطعا خیلی طولانی میشه. اینتر میکنم، بقیه‌شو پایین مینویسم. مثلا 2024. فاصله قوانین اینستاگرام با پاراگراف بعدی و با کشیدن این اهرم بیشتر میکنیم که خیلی تو هم نباشه. بیارم که گفتم میزنیم ضخیم بشه. بعد از این قسمت ایمپورت فونتمون رو از قسمت ایمپورت وارد میکنیم. من از فونت تشرین استفاده میکنم. دانلود ها تلگرام فونت تشرین. مکس میکنیم تا اون فونت رو تشخیص بده، انتخاب کنه. از این قسمت هم ترانسپرنت رو انتخاب میکنی که بدون پس زمینه ذخیره بشه. روی این قسمت هم به صورت PNG دانلود یا ذخیرهش میکنیم. دوباره دانلود انتخاب میکنیم. وارد برنامه اینشات میشیم. از قسمت عکس کاوری که با هم طراحی کردیم تو فوتوروم انتخاب میکنیم. بوم سایزش رو 16:9. از قسمت PIP عبارت و متنمون رو انتخاب میکنیم. هر جا که بیشتر خودش رو نشون داد همون قسمت قرار میدیم. هم اینجا میتونید، هم اینجا، دیگه بستگی به سلیقتون داره. بعد زمینه رو میتونید یه خورده زومش کنید. به نظرم اینجا بهتره، بیشتر خودشو نشون میده. ذخیره میکنیم. یه نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم، اگه آموزشتون خروجی داشت، مثلا من الان گیریم عکس رو یاد دادم، خب گیریم عکس با اینشاته، لوگوی اینشات رو که عقب 3 بعدی کردیم اینجا قرار میدم. از قسمت PIP این تصویر رو من گیریم کردم، مثلا خروجی کارم اینو کنارش قرار میدم. جای اون تعامله خب یه نماد داشت، یا قوانین اینستاگرام یا اینجور چیزا که خروجی نداره، مجبوریم یه نماد، یه المانی کنارش قرار بدیم. اگه خروجی داشت اونو از قسمت PIP اگه خیلی چیزی کنارش کراپ میکنیم میبریم. الان این خوبه. از قسمت ویرایش رو همین کادر دورش یه کادر رنگی، یه قاب رنگی میخوام ایجاد کنم، مثلا بنفش باشه. پس زمینش هم رنگی انتخاب میکنم چون وسط لوگومون هم سفید رنگه، پس زمینه هم سفید رنگی. تغییر پس زمینه بخواد انجام بده فوتوروم خیلی خوب نمیشه، بعد رنگی باشه. اینو ذخیره میکنم تو فوتوروم. همون قسمتی که گفتم پس زمینش رو عوض میکنید.
آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir